چی در حرام گفته روان است. عکس حرام است، تلویزیون حرام است، نمیفهم به اصطلاح خندیدن حرام است، کت و شلوار حرام است، نیکتای حرام است، سلمانی رفتن حرام است، یاد گرفتن زبان خارجی حرام است، خواندن علوم عصری حرام است، استفاده کردن از تکنولوژی حرام است، این حرام است و همه چیز برای مردم حرام اعلام می، در حالی که الله سبحانه و تعالی چی میفرماید؟ من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی. چه کسی حرام قرار داده برای شما و زینت های را که رب العالمین برای بندگانش آماده ساخته در زمین، و ذاتی که معادنی از طلا، از نقره، از زمرد، از لاجورد و آنچه تو ضرورت داشتی در این زمین برای تهیه کرده، از نفت و از گاز و از تیل و پترول و از گچ و سمنت و هر چه کوبه و ضرورت داشتی در این زمین برای تو، به خاطر آرامش تو، به خاطر آسایش تو، به